Программа «Правда нет, но есть приятель». дастаи рекорд оркестр ки моҳи декабри соли гузашта бо иҷрои таронаи душанбе дар байни сокинони тоҷикистон маъруф шуд, ин сурудро ба албоми нахустини худ ворид кардааст. таронаи душанбеи Александр Зацепин ва Онегин Ҳоҷиқосимов нахустин бор соли 1966 дар кинофилми «Белый рояль» садо дода буд. Слышна песня соловья. рекорд оркестр ки дар барномаи телевизиони Россия 1 саҳнаи асосӣ иштирок кард ва ба таронаи душанбе умри дубора дод, ҳоло шӯҳрати зиёд пайдо кардааст. ин дастаи рокро телевизион ва радиоҳои саросарии Русия даъват мекунанд ва гӯё дари тамоми саҳнаҳои маъруфи Русия барояшон боз шудааст. درود به شما. واقعا از دیدارتان خیلی شاد هستم. ترانه دوشنبه شما را در میان تاجیکستانی ها معروف کرد. بگویید که بعد از اجرای این ترانه توجه شما شاید به آهنگ های شرقی بیشتر شده باشد و عموما بعد از اون برنامه تلویزیونی چی تغییراتی در کار شما به عمل آمد؟ ما در آهنگ ها نه تنها از موسیقی راک کار میگیریم بلکه اون را با موسیقی هندو اروپایی رنگارنگ میکنیم. اساسا این موسیقی بالکانی بود که با صوت های شرقی آمیخته کردیم و پیشم این کارو میکردیم. عموما یک شرطی برنامه انتخاب از شعرهای الکساندر زاتسپین بود و ما ترانه دوشنبه را برای آن انتخاب کردیم که بر رپرتوار و ابراز ما موافق بود. برگزار کنندگان همین را از ما انتظار بودند. پرسیدند کدام سرودی زاتسپین را انتخاب میکنید؟ گفتیم ترانه دوشنبه را. در جواب گفتند چندان معروف نیست، باشد بگیرید. یعنی فکر میکنید ترانه دوشنبه حالا معروف گشت؟ نمیتوانم بگویم که معروف گشت، ولی میدونی رپرتوار ما اساساً از ترانه های شوخ و یا میتوان گفت رقصی عبارت است، ولی دوشنبه فرق میکند. در کنسرت ها مخلصان اساساً آهنگ های رقصی درخواست میکنند و نفری هم پیدا میشود که میگوید بچه ها افسوس که ترانه دوشنبه را نسرودید چون ترانه بسیار احساس برانگیز است. Даже больше можно сказать, что мы играем его по просьбе, то есть людей. زیاد از این دوشنبه را ما با درخواست مخلصان میسراییم و باید بگویم که پیروان موسیقی شوخ از من میپرسند که چطور شما توانستید با سراییدن این ترانه روحیه سالهای 60 و 70 را احیا و سبک ارکستر دوران شوروی را بازسازی کنید. بسیاری ها برانند که این سرود بسیار قوی و زیباست. 60-х, 70-х годов. Красный флаг видит весь восток, сердце Таджикистана слышат знойные страны. Есть у них в дружбе и борьбе верный друг юный Душанбе. Большое количество репостов именно шло в интернете. چیزی دیگری که متوجه شدیم ارسال یا رپاست زیادی سرودهای ما از جانب کاربران اینترنت در تاجیکستان بود. متاسفانه ضمن سراییدن ترانه دوشنبه آهنگ در یک جایگی با ویدیو ثبت شده است که صفت موسیقی را کاسته کرد، ولی ما دوباره آهنگ را از نو اجرا و علاهیده ثبت کردیم. اکنون این ترانه با صدای عالی مثل مروارید در آلبوم جای داده می شود. در دوشنبه باری هم بودید؟ اگر نه نیت سفر کردن به آنجا را دارید؟ ما این ترانه را انتخاب کردیم، سرودیم و انتظار نبودیم که چنین محبوبیت پیدا میکند. ولی از طرف دیگر نیت هست. در آسیای میانه یک بار بودیم در الماتا. به تاجیکستان بار نرفتیم. برای من همچون زبانشناس جالب است که تاجیکستان یگانه جمهوری فارسی زبان اتحادیه شوروی بود و زبان مردم کشور بسیار جالب است. شنیدن آن ضمن معاشرت بسیار فارم است. از جهت صنعت موسیقی هم تاجیکستان جالب باید باشد. چرا نه؟ بعضا از عکس و ویدیو هم بسیار چیز را دیدن ممکن است. کوه‌ها، دریای دوشنبینکا که در بارش سروده ایم. در آخر آید به نقشه‌هایتان میخواهم بپرسم مخلصان چرا باید انتظار شوند؟ حالا ما سر این نواربرداری ویدیو کلیپ بسیار کار میکنیم. 3 ویدیو کلیپ می شود که مضموناً به یک حکایه
пайванданд. غیر از این در برنامه تلویزیونی главная сцена ترانه روسکی سنگ صدا داد. در وقتشون رو راج کپور و رشید بیبوتوف سراییده بودند. برای این ترانه ویدیو کلیپ با سبک سالهای 30 ثبت داریم. زمانی که آدمان در یک عائله میزیستند، یک جا مشکلات را برطرف میکردند، جنگ را پسی سر کردند. بالکل همین حکایه ها غایه اساسی کلیپ می شود. نواربرداری بر دوش کارگردان ویکتور ویلکس است که با همکاری با زنفیرا، گروه بیدو و دیگر دسته‌های نامدار مشهور شده است. Было очень много приглашений как бы от таджикских сообществ выступить концертом. Но у нас دعوت‌های زیاد برای برگزاری کنسرت از جمعیت تاجیکان میگیریم، ولی موسیقی ما گوناگون نوع است. اگر مردم منتظر باشند که ترانه‌ها تنها درباره دوشنبه و در وصف تاجیکستان می شود، خطا میکنند. خوب این قصه دیگر است، ولی ما آماده همکاریم. میدونم که پیشنهاد شده بود برای اشتراک در نوروز. چرا نه؟ فضای سرجم کننده این جشن برایم خوش است. متاسفانه مولا آن را قبول ندارد. Правда, мула не одобряет Навруз. خوب، تشکر برای این صحبت. برای شما برار میخوایم. موفق باشید. Зрителям радио ЗУДИ огромный привет от Рекорд-оркестра. Всем здоровья, самое главное, всем мира, всем чистого неба над головой. Ура!